الان تنها جایی که تو شیراز میتونید فیش اند چیپس تهیه کنید همینجاست. آقا اصلا فیش اند چیپس و ماهی 3 تیکه اسپایسی، سیب زمینی نباشه که اصلا فیش اند چیپس نیست. 3 تا سس دستساز تخصصی هم داریم، اما امان از این سس انبه. دوستان تمام آیتم‌های مجموعه کاژر رو تا آخر هفته به مناسبت افتتاحیه با 20% تخفیف میتونید تهیه کنید. اینم بشقاب میکسمون که هم ماهی داره هم میگو به همراه سیب زمینی که پای ثابت بشقابای فیش اند چیپسه. اما اصل قضیه یه سس ارده که من مطمئنم تا حالا توی شیراز نخوردیم. اینم فیله ماهی یه تیکه نرمالمون که خیلی مظلوم واقع شده، گناه داره بیچاره. 12 تیکه میگوی سوخاری اسپایسی برای بشقاب میگو به همراه 3 مدل سس دستساز. 2 تا فیله ماهی تمدار شده برای بشقاب ماهی 2 تیکمون به همراه سیب زمینی که پای ثابت بشقابای فیش اند چیپس و 3 تا سس دستساز تخصصی. اینم بشقاب میگوی نرمالمون به همراه آفرین سیب زمینی و 3 تا سس دستساز تخصصی.